خب دوام این ویدیو رو ببینید. چی میگه؟ چی گفتم؟ ببین الله تعالی در هر یک عائله یک کمبودی کردگی. اهمیت این که در یک عائله کودک اینوالیده، در یک عائله مثال که پدر به پدر کلان شده، در یک عائله به مادر کلان شده، در یک عائله دختری تمام شوهر نکردگی دارن، در یک عائله دختری دیر شوهر دادگی دارن. شما هم سوال بختونه میتین که چون که در هر یک عائله کمبودیه. ما ایره بر وقت سوال داده جواب داده گیسگیم بخوام که خداوند همین خمه کنه که ای بنده خش بولو نگیره هیچ وقت. میدونی برای چی؟ در امو کافکاس یک شناسم میخوای کدا فخر کرد اویلش اگه دا اویلای ما گوشت که شوی دیم نمیکنه هیچ وقت گو اشونه بره گو اپام مونا گو اش برو مادگه شونه میکنه من شما عذاب دویست شونه نمیبرانشون مگرشم گفتم چی گفت کلان گرد نزن فخر نکن که اویلای ما ایتره و فامیلیش قطعی گرفت ما گفت فامیلیش گرفتیم من خیلی گفت فامیلیش فخر کرده گو ما باید شما استیم و اشون که برین شونه میکنیم ام گفتش گفتگیش قطعی خودش یک دو سه ماه پس از شوهر جدا شد. فهمیدین؟ اپای شوهر با مادگی شوهر کرد بگو دا اویله موش قدرش کدگی نیسته بسه خواهرش قدرش بگو شو کده یک تا جتگیش نکرده برای همین انسان هیچ وقت باید گفت کلان گام نزن همین بودم پیش نگی گفت کلان گام نزن تیکار کلان نگی میگفتن مسافردا کمپین خیلی میگفتن یکی گفتش کلان گام زد کیم تریم و من نگفتمش که هم خیلی گفتم تریش دی برای همین خداوند در هر یک اویله یک کمبودی رو میتونه که انسان در قرآن آمدگه که خیلی ضعیف افردگه انسان خداوند هم سلابی افردگه که کم تر اگر یک کم تر سومش زیاد شوه کو انسان سلام آدم علیک نمیگیره آدم خیلی دیگه کو زمانی ما سلام پول نداری کو خیلی گپ نمیزنم میگه سخن تو به پول اثر نداره حالی که تو داری خر نداره من به نزدیکی تاجیکستان رفتگی بودم یک ماه ایستادم اومدم دیدن که من سوم ندارم قطعی گپ نمیزنم من سوم ندارم گپ نمیزنم گفتم هیچ گپ نه من سومدار بودم گفتم باز به سوم شدم ولی باز سومدار میشم ولی نه که در به سومی گفتم کسی قطعی ما دوستی نمیکنه کو سومدار کشیدم والا که قطعی شما دوستی کنم گفتی رسو какой привет такой ответ شو فکر کرده که ما کی سومدار شدم بعد بریم میرسیم سومدار کشیدم من میدونم که قطعی که دوستی کنم هم هسته وقتی سوم داشتم سال 2000 تا 2018 من سومی زور کار میکردم رحمتی ها چه میگفت مرکی همین فیروزه خان اگر سومش جمع کنه میگفت رحمتی ها چه میگفت فیروزه اگر سومش جمع کنه بخش قصر میسوزه لیکن چی بده خیلی من سومش یک سومش دوست نمیکنه من گفتم آچا جون خداوند سومتیه و ما را میسنجه که این سوم ما دیگه چی خیلی صرف میکنم هر یک این سومی ما در پیش الله تعالی حساب کتاب داره خب انا که همین من میگم چه کی بازی آدمای سوم داره قطعی سوم داره گفتن جیانی ما جیان میگه که جیانم وای سوم داره بچه اپام میگه خولا میدونی چی میگه باز توی دکو توی آدم میگه تاجیکستان داره ما گفتم کنید درباره تاجیکستان خبر گفتم در اسیا میگه تاجیکستان کسی که خیلی سوم داره موافق سومش دامو توی خبرش میکنن گفتم اگه مرا دایگان تو خبر نمیکنن خیلی باشه مرا گفتم دایگان تو خبر نمیکنن برای که من آدم به سوم به خونه به در پراپیسکا گفتی وقتی چی در وطن پراپیسکا را ندارم خونه هم ندارم پراپیسکا که در تاجیکستان دادگی پراپیسکا کی под вопросой بود تو چند قرار نمیدونم یکی مقصد گپ نجان گفتم مرا توش نکنم دایگان تو خبر نمیکنن برای که من سوم ندارم و میگن کو سخن تو به پلاستر نداره وقتی داره خر نداره استگازم که جدا بو توجیه بیشتر نه توجیه دمیشاو آواز قدیک جورت استدانی هر یک دویمو توجیکوانه یه روز الان تلویزیون نگاه میکنم شاه آمده عروس برده است های گفتم دوشنبه توجیک توی توجیکو های گفتم کوچه پیر شایم گفتیم کامپیرو دمی کوچه مو دومای مو دا چقدر توجیک بسیاره ازبک مثلا میلاد هستن که توجیکوی طرف بیان این طرفشان گاندا توجیکو عجیبن ادبی گپ میزنن با ما میگه شما دوشنبهگی مش نمیفهمم میگم که من شما رو نمیفهمم جان تو نماز کنه من شما رو نمیفهمم شما فهمید مهم نیست که اساس که شما رو نمیفهمم برای ها تانی عزیز نمی خیلی آدم به سوم رنگی بره دتی واپس خبر نمیکنن کسی که سومی داشته که موافق سومش با حالی باز شخصی باز نمیشه چوده میبی شخصی تلوری و دست و پوچو داری و گفتم گفتی کامپیوتر مسافرت که نمردیم این خیلی روزورم اومدیم رسیدیم که با تو تلوری و لباسات نشون میکنه ما گفتم ما تلو رو در حیاتم نپوشیدیم تلو رو نبینم توش نگفتم مرا دایگون تو خبر نمیکنه هیچ هم هیچ استرس به توی امروز مگذشته سه الحمدلله
این یخ های کیس نمیتونم چیکارده. خب ولی ویدیو میگم که یخ ده یخ نغلطم با خود تیزه